وقتی یه نفر آه میکشه یعنی با یک حقیقتی روبرو شده که در مواجهه باهاش کاری ازش بر نمیاد. وقتی یه نفر در جلسه درمان یا توی زندگی عادی آه میکشه نشونه چیه؟ تخلیه اضطراب در عضلات مخطط. دوانلو و یافته های نوروساینس به ما یاد دادن که این معنیش اینه که این آدم ظرفیت تحمل احساسات دردناک خودشو داره. این علامت اینه که پس میتونه عصبانی بشه بدون اینکه گردن کسی رو بشکنه، میتونه غمگین بشه بدون اینکه قشقرق را بندازه، میتونه بترسه بدون اینکه در بره، میتونه احساس گناه کنه بدون اینکه به شکل تکانشی بخواد به طرف مقابل سرویس بده. وقتی اضطراب در عضلات مخططه یعنی این آدم ظرفیت تحمل احساساتشو داره. این احساسات نمیریزن تو تنش، همون سنسیشن های بلاک شده، نه تبدیل به یک رفتار تکانشی میشن. بنده با این حقیقت مواجه شدم که این بچه من که ADHD داره و پدر منو در آورده انقدر گاهی اوقات عصبانی میکنه که دلم میخواد کلشو بکنم، از طرفی عاشقشم. گیر کردم. آه یعنی مواجهه با واقعیت متعارض زندگی و مواجهه با این واقعیت که کاری از دست من بر نمیاد. و وقتی شما در زندگی فهمیدید کاری از دستتون بر نمیاد یعنی اینکه بادت میخوابه دیگه، غرور کاذبت فروکش میکنه، متوجه میشی که تو زندگی اونقدرام که فکر میکنی گردن کلوف نیستی، خیلی کارا هست تو زندگی تو از پسش بر نمیای. پس آه یعنی این که طرف نشست سر جاش. از یک کانال شما وقتی خیلی تکنیکال نگاه میکنی معنیش اینه که اضطراب داره در عضلات مخطط تخلیه میشه. از یک کانال یعنی این شخصی که داره آه میکشه یعنی یه قدم در دگردیسی خودشیفتگیش به سوی یک نگاه واقع بینانه به زندگی جلوتر رفت. و این علامت خیلی مهمیه. اون خود بزرگبینی تحقیرآمیزی که ما هممون در دوران نوزادی و کودکی بهش مبتلاییم و همه بهمون میخندن و انتظار داریم هر روزی که از زندگیمون میگذره این کمتر بشه، اگر یه وقتی کمتر نشده باشه و منو به اتاق تراپی کشیده باشه، وقتی مریض آه میکشه یعنی اون کاری که ما اون باباش باید باهاش میکردن این بفهمه که هر کاری از دستش بر نمیاد، الان داره خوشبختانه تو اون مسیر حرکت میکنه.